ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ, 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори чорумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми дуюм. عسکری امیر این قیامت را دیده شکست خورد و رو به گریز نهاده به شهر برگشت. دروازه ها را بسته به جنگی پسی قلعگی نشست. ما پیش رفتیم. قریب بود که به قلعه نزدیک شده زده به درون شهر درآییم. لیکن قشبیگی خودش بیرقی سفید گرفته برآمد. به وی و آدمان وی کاردار نشدند. در فیطانی مخصوص به کاغان گذشته رفتند. نمیدانم چی شد چی ماند که هجوم بس کرده شد و فرمان آمد که عقیب گردیم. عقیب گشتیم. من به کاغان به پیش میرزا محی‌الدین رفته پرسیدم که خودش چی گفت. گفت که امیر تسلیم می شود. من خندیدم. گفت برای چی می خندی؟ شما ساده گفتم به فکری قشبیگی باور کردید. نه، امیر به عهدنامه امضا و مهر مانده فرستاده است گفت. دیگرها هم گفته او را تصدیق کردند. اما من به گپ خودم استادم گرفتم. قشبیگی شما را فریب داده است. حقیقتا گفته من شد. در شهر وکیلان ما را تارمار کردند. روز دیگر باز جنگ کردیم. باز قریب بود به سربازهای امیر شکست می دادیم که یک باره تیری ما تمام شده ماند. به گمان این را دشمن می دانست و همین را می پایید. با وجود آن من و سلدتها از جنگ رو نتافتیم. لیکن فرماندهی عسکرها سست شدن قوه خود را فهمیده به قفا گشتن فرمان داد. عسکرها قفا گشتند. من باشم به بالای یک تپه برآمده گرفته دشمن را توت برین می ریزاندم. اگر کماندیر دوغ زده مرا به قفا نمی برد، تنها خودم نشسته جنگ کردن می گرفتم. سلدتها به گرد شهرچه کاغان شینک نشستند. کارگرهای زوادها و راه آهن ملتق گرفته به جنگ برآمدند. اما ما با همراهی کالیسف به پای سوار شدیم. به غیر از گریختن دیگر چاره نبود. در وگان کلانها به مشورت نشستند. اگر ما عسکرها را گرفته رویم، گفت یکی از کلانها، مردمی شهر کاغان چیکار میکنند؟ عسکرهای امیر آمده همه را از دمی تیغ میگذرانند. نه، همه را نه، گفت دیگری. به فکر من کارگران دیپا، متخصصها، کارکنان وکزل و زن و بچه های آنها را کوچاندن لازم. همه اهالی را کوچاندن ممکن نی. بعد آدمان امیر به اهالی چیکار دارند؟ بله بله، گفت کالیسف. آدم های ضروری و مانندشان خطرناک را، زنها، بچه های آنها را کوچاندن لازم. بعد بانک دولتی
با همه پول و طلایش باید با ما رود. در نتیجه این گفت و شنید به وگان‌های بسیاری مردم اسباب و انجام، پول و طلای دولتی، دفتر و وثیقه و کاغذها، خوراکواری بار کرده و در چندین وگان‌های آبکشانی آب گرفتند و پایست‌ها پسی هم به راه برآمدند. ولی کمتر از کاغان گشته بودیم که ایستاده ماندیم. معلوم شد که راه آهن را آدم‌های امیر ویران کردند. خیریت که سرکرده ها این را پیش بینی کرده، یک وگان اسباب آهنگری و اوستای و مردیکار همراه گرفته بودند. به خدا که عروس بلا کویه، اگر این را پیش بینی نمی کرد، استخوان ما در دهان گرگانی دشت بود. عسکرانی که ما را مشایعت می کردند زود از وگانها فرآمده به دشت رفتند و پیش راه دشمن را گرفتند. سردار ما را هم از وگانها فراورده به کار انداخت. 2 چقریم دورتر از ما جنگ می رفت. میلتیق و پریمیات غزل می خواند. ما باشیم راه آهن، چوبی زیری راه، سنگ و دژغال می کشاندیم. اوستای و مردیکارها راه می ساختند. و همین طریق وجب به وجب راه را درست کرده، گاه از پیش گاه از قفا با آدمان امیر جنگ کرده، لب تشنه، شکم گرسنه، صبر و طاقت کرده پیش می رفتیم. قیر ماما جرغاتی، قیوق مزار، همه دشت و سنگلاخ بود. آب نبود، سایه نبود، هوا هم گرم بود. کم مانده بود که عسکرهای امیر ما را زیر می کردند. همه ما را نابود می کردند. لیکن خیریت که از طرف تاشکند به ما یاری رسید و ما خلاص شدیم. مسافه بین کاغان و زیر بلاق را که سرحد امارت بخارا و ترکستان است، در زمان آسایشتگی در پایست کس در مدت 4 ساعت طی می کند. اما این مسافه را ما در مدت 10-12 روز راه ساخته طی کردیم. چی راهی پرمشقت و پرعذاب، چی راهی سخت و پرجفا بود آن راه. من چنان مانده شدم، چنان به جانم رسیده بود که با همه جنگ می کردم. همه به نظرم بلا بر این می نمودند. به جدید شدن 100 پشیمان بودم، لیکن سود نمی کرد. آن روزها خیریت که از دست من ملتق و تپانچه را گرفته بودند، نباشد در سری جهل چند کس را می پراندم. لیکن به عروس، به خلق عروس قائل شدم. شهرم دادم. به سختی و مشقت تاب آوردن، مهنت کردن و از بی‌موفقیتی مایوس نشده کار را پیش بردن را از عروس آموختن لازم بوده است. روز و شب کار می کند، درست خوراک نخورد هم، آبی نوشاکی به قدری لایموت باشد هم، اما هیچ پروا نمی کند. اگر اندک فرصتی دمگیری پیدا کند، مخورکیش کشیده اشوریش خواندن می گیرد. خواه روی سنگ، خواه بروی ریگ تفسان، به هر جا که سر ماند به حضور خواب می کند. از خواب تبسم کرده می خیزد، مشق تربیه بدن می کند. یک تا مخورکه کشیده به کار سر می کند. ما باشیم درست کار نمی کنیم، بهانه می جوییم، همیشه می نالیم، با همدیگر جنگ می کنیم، به همدیگر حسد می بریم، از پس یکدیگر اغوا می کنیم. بنابراین کارمان پیشرو نی. درست خواب هم کرده نمی توانیم. مانده و شلپر گشته از دنیا
بیزار می شویم. بیا گفتم با این شریک ها به سمرقند و تاشکند رفته چی کنم؟ در کت قرغان توختبای نام یک آدم قدردان دارم. خدمتگاری کهنه پدرم بود. وی بعد جواب گرفته به شهرش به کت قرغان رفت و به باغبانی و میز فروشی مشغول شد. حلیم نام یک پسرش بود که چندگاه در مدرسه خدمت مرا کرده بعد به کت قرغان برگشته بود. انا به حولی وی می روم تا یک فرصت میهمان می شوم. آن طرفش خدا پادشاه. با همین قرار به وگان کلانها به پیش میرزا محی‌الدین و فیض الله اینا رفته در آمدم. سلام دادم و گفتم که به من اجازت دهند به کت قرغان فرامده مانم. برای چی؟ گفت میرزا محی‌الدین. صحبت ما گرانی کرد می؟ گرانی نیو گفتم. به جانم رسید یک کم تردم گیرم. شما هم به یک جا قرار گیریتان باز می بینیم. غیرت و جسارت شما همه ما را مفتون کرد گفت عبدالقادر. ما از شما امیدهای بسیار داریم. انقلاب بخارا شما بر این فداکارها را طلب می کند. من منت دارم گفتم. هر وقت که لازم شوم جیغ زنید به خدمت تیارم. لیکن حاضر. کلانها مشورت کرده به رفتنم راضی شدند. نگفتند. به فکرم خودم در بدرم تو را بدری کی برم شعارشان بود. لیکن همین قدر گفتند که به تاشکند خط نوشته جای اقامتم را معلوم کنم تا که در فرصت لازمه مرا جیغ زده توانند. بسیار خوب گفتم. اما در آن دم به دلم گفتم که سلامتیتان در کار. بی شما هم روزم می گذشتگیست. پایست به کت قرغان رسیده بود که فرامدم. با همه خیر و خوش کرده پیاده پیاده به شهر روان شدم. فکر می کردم که حولی توختبای را از کجا یابم؟ از کی پرسم؟ ناخواست به دکانی میز فروش رسیده ماندم. به خود گفتم که درک میز فروش را از میز فروش دانستن لازم. در حقیقت سهم نکرده بودم. میز فروش با من سلام و علیکو پرسپاس کرده به گمان افتم آدمی این شهر برین نبود. بعد خبر داد که توختبای رحمتی 1 سال پیش از این از جهان گذشته در حولی پسرش حلیم جان استقامت می کرده است. پس از روی درکداد آن شخص سراغ و پی کرده حولی توختبای را یافتم و دروازه‌اش را تق تق زدم. به دلم می گفتم که ای دریغ، چرخی گردون را بینید که من پسری فلانچه مخصوم جانی معتبری بخارا گشته گشته به دری خدمتگاری خودم محتاج شده آمدم. باری دوم تق تق زده بودم که از درون کیست نگفته دروازه را گشادند و در رو برویم یک کیلینچکی ماه پیکر سرو قد مرچمیان آرامی جان شیرین زبان نمایان گشت. راستش را گویم که با همه خستگی و ماندگی، با همه ابگاری و کوفتگی راه آن زن عقلم را برد، مات و مبهوت کرده ماند. چی گفتنم را ندانسته بروی زیبایش نگران ماندم. زنک هم مرا دیده دست و پا گم کرد. بعد یک باره با آستینش رویش را پوشیده به قفا گشته رفت و از خمگشتی راه رو آوازش را شنیدم که می گفت
به شما کی لازم؟ حولی توختبای همین می؟ ها همین. با کی کار داری؟ پسرشان حلیم جان هستند می؟ هستند، درآیید، گفت زنک و شنیدم که راه گشته به حولی درون رفت. من باز اندک صبر کرده بعد بسم الله گفته به حولی در آمدم تا از راه رو گذشته به میان روی حولی رسیدم که از مهمان خانه آن حولی حلیم جان دویده برآمد و مرا دیده برادروار به آغوش گرفت و قریب پایم را به زمین نارسانیده به خانه درآورد. یک دو روز ناتاب شده بودم، گفت وی در مهمان خانه. کیلینتان حلیم جان بسیار ترسید. نیک شکر زود صحت شده خیستم. امروز به کار رفته نوکک برگشته بودم. مهمان خانه را کشاده دو کسه غنداشته ایستاده بودیم که شما دروازه را تق تق زدید. همین قدر کردم که توشین من خودم برآمده خبر میگیرم قبول نکرد. تو کسل بسیار نگرد گفت و خودش براه رو برآمد. البته ملا دوست آمدگیست گفته گمان کردیم. اینجا یک جوره عرق خور دارن، کلینتان او را بد می بیند. اگر ملا دوست باشد نیستند میگویم گفت. این تماشا کنید که خدا شما را فرستاد. خوش آمدید. هر قدم ماندید بالای دیده تاجی سر. این آفتاب از کجا برآمد؟ کدام شمال پراند؟ شمال انقلاب گفتم و مختصر سرگذشتم را بیان کردم. حلیم جان معلوم شد که در مکتب شورایی خوانده معلم شده است و حالا خودش به بچه ها درس می داده است. قابلیت و ذکاوت او را من در بخارا فهمیده گرفته بودم. بچه‌ای دانا پس از مرگ پدرش در نمی ماند. غیرت می کند و در شرایط آزادی حکومت شورایی زود به یک دهن نان صاحب می شود. وی با چشمانی کلانی زیرکش به من خرسندانه نگاه می کرد و با شماری انقلاب به حولی وی رسیده ماندنم را شنیده سرش به آسمان رسیده بود. بله، آخر من انقلاب چی؟ من مبارز و فداکاری راه آزادی بودم کو. به جوانی که در شرایط حکومت نوی شورایی تربیه گرفته باشد، این صفتها از صفتهای اولیاگی هم نقص‌تر می‌تابند. تو نیم حالا به این گپ‌ها درست سرفهم نمی‌روی، چون که چی بودنی حکومت شورایی را نمی‌دانی. خوش که باشد حلیم جان نمی‌دانست که چی گوید، چه خیل مرا عزت کند. حولی خودتان، من غلامتان، کیلینتان کنیزک، گفت وی فرهمندانه. هرچی که می خواهید، هرچی که دلتان می جوید فرمایید. خدا به شکر روزگارمان فراوان، از هیچ چیز کمی نداریم. رحمتی پدرمان پس از بخارا آمدنشان حولی و باغ و راغ کردند. نغز مهنت کرده، نغز درآمد کرده، خاندانمان را آباد کردند. بعد سری مرا دوتا کرده، توی و تماشاها کرده به مرادشان رسیدند. لیکن عمرشان کوتاه بوده است. 1 سال پیش ناخواست قضا کردند. من یک باره بیکس شدم. لیکن حلیم خان کیلینتان کسم شد. حقیقتاً به تعریف می ارزیدگی زن شده برآمد. ما زن و شونی، ما عاشق و معشوق برین زندگی می کنیم. حلیم خان به مکتب شبانه زنانه می خواند. خط و سواد دارد، می خواهد که فرنجی را پرتافته به آزادی براید. لیکن حاضر شرایط شهر ما نقص نی. کهنه پرستان، اغواگران، اهل خرافات یک درجه گپشان را می گذرانند. خیر،
این چندان دیر نمی پاید. انقلاب به تخم و ریشه خرافات تبر می زند. اما کلینتان در خانه از یار و دوستان من نمی گریزد. ما حریت پرست می گوید. بسیار نغز گفتم. مقصد ما انقلابچی ها هم همین دیه. زنها آزاد شوند، برابری مردها کار کنند، با خط و سواد باشند، خوشبخت و خوشتاری باشند. این بسیار نغز. هر دوی شما را تبریک می کنم. اما در دلم می گفتم که از انقلاب گردم که خوشروی ها را بی فرنجی می کند و ما بر این دل سوختگان بی ملال تماشا می کنیم. حلیم به حولی درون رفت و خیلی حیل کرد و نهایت یک بخچه لباس در دست برآمده آمد و گفت: حاضر یک کبابچه خورده بعد به حمام می رویم. انا این سر و لباسی شما، عیب نمی کنید. هر چی که نو و نپوشیدگی داشتم جدا کرده آوردم. خیر، موقتا می شدگیست. باز نوش را می خریم. من حتی خجل شدم. دادری عزیزم، گفتم به چشمم آب گرفته، از چی بود که دلم نرم شده رفت؟ سلامت باش، صد رحمت. این نیکی های تو را فراموش نمی کنم. نصیب باشد به وطن که برگشتم، یک بر 10 کرده قصورش را می برارم. هیچ باکی نی، هیچ باکی نی، گفتماند حلیم. من از خرسندی نمی دانستم چی گویم. همه مشقت و عذابی راه در پیش این مهمان نوازی ها فراموشم شد. راست است که گپی نغز مار را از خانهش می برارد. گاه تو به من آشنتی، مینتی، لیکن با گپی نغز دلم بردار، دماغم را چاق کن، همین 100 تله. اما حلیم جان باشد هم گپی نغز می زد، هم تواضع و حرمت مرا به جا می آورد. آن دم ما خوب به اشتها نهاری کردیم و به حمام رفتیم. در گرمخانه حمام عرق کرده نشسته عذابهای دیدگیم را مفصل تر به دوستم نقل کرده دادم. وی با تأسف سر می جنبانید و مرا خادمی می کرد و می گفت: خیر، عمری زاریم 2 روزی دیگر. نصیب باشد انقلاب غلبه می کند. خلق بخارا هم از بند و اسارت آزاد می شود و به روزهای نیک می رسد. از حمام برآمده لباسهای نو پوشیدم و به حولی برگشتم که آش پلو تیار بود. شب به راحت خوابیدم. روز دیگر قیماق چای را خورده بازارها را تماشا کرده برگشتیم. بعد حلیم جان به کار رفت و من باز خواب کردم. خلاصه در بدل 2-3 روز جان گرفته به حال آمدم. حتی با ملا دوست نام آشنای عرقخوری آن خاندان همراه شده می هم نوشیدم. بلی، شراب نغز انگوری به مرد جلای وطن کردگی دوای جان بوده است. و این کار در همین جا عادت کردم. خودت میدانی که پیشتر من می نمی نوشیدم و به تو قول مردی می دهم که انا همین آخرین پیاله میخوری من می شود. ریس. 10 روز گذشت. من در مهمانخانه حلیم بیملال زندگی کردن گرفتم. در این مدت از بخارا خبرهای پردهشت می آمد. شنیدیم که امیر و ملاها به غضب آمده جدید کشی و خونریزی را سر کرده اند.
رفت و آمد و مناسبتی بین روسیه، ترکستان و بخارا قطع شده است. من به خود گفتم که خیریت از بخارا برآمده خلاص شده ام، نباشد حالا از حولیچه بالای ارک در عرابه می فراوردند. حلیم جان روزی 2-3 ساعت رفته به بچه ها درس داده می آمد. دیگر همیشه با من بود. هر روز به یک جا ضیافت، هر روز صحبت و چقچق. کاری می کرد که من خفه نمانم، زیق نشوم. باری من گفتم که این طور نکن، مهمانی من کفایه، تو از کارت نمان، من زیق نمی شوم، مشغولیتم هست. از بازار 1-2 کتاب درسی خریدم. روزانه ها کمتر می خوانم. بعد اگر یافت شود به یگان کار می درایم. اما حلیم جان از من بیخبر نمی ماند. فقط یک شب به مجلس رفت. من دردی سر بودم. به کوچه نبرآمده خواب کردم. یک وقتی حلیم خان از حولی درون آمده برآمد. به تنش کرته شاهی خان اطلس پوشیده بود که از رنگ سوری آن خانه تاریک منور می شد. کمزلچه بخملی سرخ که سری سینه او را می گرفت به کرتهش خیلی شینم افتاده بود. رویش مثالی کلچه شیرماری کت قرغان سرخ و سفید، ابروانش سیاه و دراز، چشمانش خمار و دلکش، در لبانی تنوک و نفیسش همیشه تبسمی شیرین نموده می ایستاد. قصه کوتاه که دختری آدمی نبود، ملائکه آسمانی بود. در حسن و ملاحتش قوه و جاذبه الهی بود. تابتان نی دردی سر شدید گفتند. گفت وی غمخوارانه به من نگاه کرده. آمدم که جایتان را پرتافته مانم. اگر لازم باشد چای دم کنم. خودت میدانی که من در دنیا از هیچ کس نمی ترسم. لیکن آن دم دست و پایم یک باره یک برین شد و دلم زدن گرفت و چی گفتنم را ندانسته حیران ماندم. آخر گفتم بیدرک تشویش کشیده برآمدید. من خودم. شما مهمان عزیز ما، گفت وی با زبانی شیرین. شما دادری قیامتی حلیم جان هستید. نخواد که تشویش باشد. اصلا ملاحظه نکنید. این سخنانی مهربانانه به دلم مرهم شدند. بلی گفتم من دادری قیامتی حلیم جان هستم. برای این هم خوشبخت منو هم بدبخت. خدا نکند از بدبختی، گفت وی. برای چی بدبخت می شده اید؟ چون که گفتم به وصال شما عزیزم میسر شدن امکان ندارد. چی؟ گفت وی در ثانیه اول سخنی مرا سرفهم نرفته. وصالی من؟ این چی گفتگیتان؟ راستش را گویم گردم، گفتم با توکل پرتافته. در یک دیدن روی شما دلم را بای دادم. در این دنیا شما برین. بس کنید بی شرم و حیا، گفت وی سخت کرده و به سوی در برآمده رفت. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори чорумро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.